امروزه ایبیزا به عنوان یکی از مقاصد توریستی برتر جهان شناخته میشه. این جزیره نه تنها به خاطر جشن و شب نشینی‌هاش، بلکه به دلیل مناظر طبیعی بکر، آثار تاریخی و فرهنگ و همچنین آب و هوای مدیترانه‌ایش محبوبه. تاریخ ایبیزا ترکیبی از فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلفه که هر کدوم رد پای خودش رو در این جزیره زیبا به جا گذاشته. هتل‌ها. قیمت هتل‌ها در ایبیزا بسیار متغیره. هتل‌های اقتصادی و سه ستاره از حدود 70 تا 150 یورو در شب شروع میشه، در حالی که هتل‌های لوکس و 5 ستاره ممکنه از 200 یورو به بالا براتون هزینه داشته باشه. اقامت‌های دیگه، اجاره آپارتمان یا ویلا گزینه‌های محبوبیه که میتونه به اندازه و بر اساس محل اقامتگاه هزینه‌هایی از 80 تا 500 یورو در شب داشته باشه. کوکتل ها در کلوب های معروف ایبیزا مانند پاچا، آمنیسا یا اوشایا قیمت یک کوکتل میتونه بین 15 تا 30 یورو و یا حتی بیشتر هم باشه. بیر یا همون آبجو، یک لیوان آبجو در کلوب های شبانه معمولا بین 10 تا 15 یورو هزینه داره. شات‌های الکل، شات‌های مشروباتی هم مثل تکیلا، ودکا یا روم ممکنه بین 5 تا 15 یورو هزینه داشته باشه. بارها و رستوران‌ها. کوکتل‌ها در بارها و رستوران‌های عادی قیمت کوکتل‌ها معمولاً یه چیزی بین 8 تا 15 یوروه. بیر، آبجو، قیمت یک لیوان آبجو تو بارها میتونه از 4 تا 7 یورو باشه. شراب، یک لیوان شراب ممکنه بین 4 تا 10 یورو هزینه داشته باشه، در حالی که یک بطری شراب تو رستوران ممکنه از 15 تا 40 یورو و حتی بیشتر هم باشه. هتل‌های اقتصادی 2 تا 3 ستاره قیمتا میتونه از حدود 50 تا 150 یورو تو هر شب متغیر باشه. این نوع هتل‌ها معمولا امکانات پایه‌ای دارن و حتی ممکنه کمی دورتر از سواحل یا مراکز معروف و اصلی شهر قرار داشته باشن. هتل‌های میان رده 4 ستاره برای هتل‌های میان رده قیمت‌ها به طور معمول بین 150 تا 300 یورو تو هر شبه. این هتل‌ها اغلب دارای امکاناتی مثل استخر، رستوران و دسترسی بهتر به سواحل و مراکز تفریحی هستند. هتل‌های لوکس 5 ستاره، هتل‌های لوکس در ایبیزا ممکنه قیمت‌هایی از 300 یورو تا 1000 یورو در شب و یا حتی بیشتر هم داشته باشه. این هتل‌ها معمولا در قیمت‌ها و موقعیت‌های ممتاز در کنار سواحل یا مناطق دیدنی قرار دارند و امکاناتی مانند اسپای پیشرفته، خدمات ویژه و اتاق‌های بزرگ با منظره‌های زیبا و مخصوص ارائه میدن. ویلاها و آپارتمان‌های خصوصی، اگه به دنبال اقامت تو ویلای خصوصی یا آپارتمان هستید، قیمتون میتونه بسیار متفاوت باشه و حتی ممکنه از 200 یورو در شب برای ویلاهای کوچکتر شروع شده و تا چند هزار یورو برای ویلاهای لوکس با امکانات کامل افزایش پیدا کنه. این ویزا علاوه بر زندگی شبانه پر جنب و جوشش دارای مناطق دیدنی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخ فراوانیه. در زیر به برخی از مهمترین مناطق این دیدنی ها اشاره میکنیم. شهر قدیمی ایبیزا، دالتویلا، یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی ایبیزا که بخشی از میراث جهانی یونسکو محسوب میشه. این بخش قدیمی شهر با خیابان‌های سنگفرش، دیوارهای مستحکم و همچنین قلعه‌های قرون وسطایی گردشگرا رو به سفری توی زمان میبره. اینجا میتونید از موزه‌ها، گالری‌ها و کلیساهای قدیمی بازدید کنید و از بالای قله منظره بی‌نظیر رو از بندر ایبیزا مشاهده کنید. اسودرا، یه جزیره صخره‌ای کوچیک در نزدیکی سواحل غربی ایبیزا که به دلیل شکل عجیب و زیبا شناخته شده. این مکان به عنوان یک نقطه جادویی و اسرارآمیز معروفه که بسیاری از افراد به آن اعتقاد دارند که دارای انرژی خاص کالاست. تماشای غروب خورشید از تجربه ایسپدرا با نمایی از دهورت فراموش نشدنیه. سواحل لاس سالیناس، این ساحل طولانی و زیبا با شنهای طلایی و آبهای شفاف یکی از مشهورترین سواحل ایبیزاه.
همچنین اطراف این ساحل رستوران ها و کافه های متعددی وجود داره. جزیره اسپدرا، یه جزیره کوچیک و غیر مسکونی که به خاطر مناظر طبیعی و چشمگیر و انرژی معنوی معروفه. این مکان یکی از پرطرفدارترین جاهای ایبیزا برای عکاسی و طبیعتگردیه. بازار لاس دالیاس، این بازار قدیمی و جذاب که در شهر سان کارلوس قرار داره، پر از غرفه‌های رنگارنگی که محصولات هنری، جواهرات دستساز و سنتی رو عرضه میکنه. مصرف مواد مخدر، مانند اکثر نقاط اروپا، مصرف و حمل مواد مخدر تو ایبیزا کاملا غیرقانونیه و موجودات سنگینی داره. به ویژه توجه داشته باشید که مواد مخدر مثل کوکائین و اکستازی که ممکنه تو برخی باشگاه عرضه بشه غیرقانونیه. مصرف الکل در اماکن عمومی، مصرف الکل تو برخی از فضاهای عمومی مثل خیابون‌ها و سواحل ممنوعه. این قانون برای جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند بی‌نظمی و افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز وضع شده. مصرف الکل و تو مکان‌های مجاز مانند بارها و رستوران‌ها انجام بشه. رفتارهای ناهنجار مثل برهنگی تو فضاهای عمومی، غیر از سواحل مخصوص برهنگان یا ایجاد سر و صدای بیش از حد به خصوص تو مناطق مسکونی میتونه منجر به جریمه و یا حتی اخراج از جزیره بشه. اجاره خانه‌های غیرمجاز، اجاره ویلاها و آپارتمان غیرمجاز که بدون مجوز قانونی به مسافران اجاره داده میشه ممنوعه. توصیه میشه که همیشه از طریق پلتفرم‌ها و آژانس‌های معتبر برای اجاره محل اقامت استفاده کنید. آتش روشن کردن در طبیعت، آتش روشن کردن در مناطق طبیعی یا نزدیکی سواحل بدون مجوز ممنوعه. همچنین توی شهر ایبیزا که یکی از محبوب ترین مقاصد توریستی توی جهانه، هتل‌های معروف بسیار زیادی وجود داره که در اینجا برخی از اونها رو با هم میخونیم. هتل اوشایا ایبیزا بیچ هتل، هتل هارد راک هتل ایبیزا، هتل نوبو هتل ایبیزا بی، هتل می ایبیزا، هتل آگواس د ایبیزا گراند لوکس هتل، هتل گراند هتل مونتسول ایبیزا.